ماما نورالله کجای ماما؟ ماما نورالله جوان کنیه؟ نه مغز عقلم هم نمیکشه که باشه زنگ زدم برای اینا گوشی هم بکسیمه معلوم میشه که کجایم بله ماما خود بخیرین شکر زنده باشین سلامت باشین کجای ماما؟ باغچه یزون میچینین آخه ماما جامعه جگاه بسته که من میام پیش من چند دقیقه به شما کار داشتم خیرات انشالله میام پیش ما باشه خداحافظ باشه همه زوم جمع کنم که برم باز آتش تنوره هر روز که آتش تنور باشه مگر همه زوم جمع کنم دیگر اگه کار دیگه ندارم بچه همی خوارزاده من عباس چی ما زنگ کرد که ماما کجایی گفتم با باغچه هم خیلی یاد باشه هنوز اینا خوش نشده ماما هستی؟ ماما جو بیا السلام علیکم علیکم ماما چطوری ماما خیریاته خیری جانت جوره شکر زنده باشی زوم جمع میکنی نه کار کنیم ماما دیگه آتش تنوری هم حتی که میبرم با میگم نیه بم سرا خوبه دیگه آتش تنوری زوم ماه چیکار کنم مجبوری نگه چیه پای ماما قراری ماما رستی مر پریشون کردی زنگ زدی گفتی کار دارم خیریات بود ماما نورالله میگم آدم که با شما یک داستان اختلاط کنم بفهمیدین هرچی نکنین گفتم شما ماما منین از ما کلونترین با جا برا کلون منین خیر بینی باشه که شما به جریان بگذارم ماما همین دختر کاکامه از پرتکی به اسم کرده بودم بفهمیدین انا حال بعد از چند مدت از ایران بیامدم دیگه گفتم باشه که به شما بگم ماما نورالله اگه می دختر کاکام رو به من بدم که من نمام من بیزارم من اصلا زن نمام اصلا سعودی ماما نورالله اصلا هیچ چی نمیفهمه دختر سعودی با خانه میندازه مامان چیکار کنم سکو ماما جو تو خوب گپ میزنی ما گپ تو خوب پخته بفهمیدم ما که از کل جریان خبرم بودم روز اول به می مادر تو بگفتم که همی دختر فلان خورده بچه هم خورده مادر تو حرف من نکرد فقط گپ خود خور گوش کرد و کار خود خور کرد فهمیدی ماما جو بو به گپ خود خور رفت هر چه که من بهش گفتم گپ من اصلا گوش نکرد راست میگی ای کویاکی وقتی که همی دختر همی مادر تو به نون تو کرد این دختر 4 ساله بود درسته 15-16 ساله اینا به ایرانه حال دختر کلون شده بیامده از سادگی و که ما خبر دارم که سادیه برار سادیه قبول دارم ولی وقتی که مادر تو حال گپ خودخور کشیده کار خودخور کرده دیگه من میتونم بزید چی بگم برار ساده ماما خوار برار ساده تره میتونم تو اول بگفتم ماما جو که ما از کل جریان خبرم خب ماما شما روز اول من به تو نگفتم به خاطری که گفتم می خوارزاده من خار میخوره حالا اگه من بزی بگم زن تو ساده یا مثلا همین دختری که با تو میدم ساده تو شاید بدل خو یک چیزی فکر کنه بگم بیا این ماما به خالت داره میکنه میگفت می کار نمیشد ماما دیگه شما که جمع کلونتر حالا من از مادر تو خودی مسئولیت نکرده یعنی میبینی به تو بگفته که سوا یا پاستا با اونور من میمون میکنم میای میشینم من نزدیک خودی نگاب به می خاطر من بیاد ماما نورالله که به شما بگم که می کار نشه بیتره حالا اگه من پشیمونم من 12 سال درس خوندم سکو ماما جو حال 5-6 روز میشه که اینا بیامدن ما حالا بریم بشینیم به خونی از اینا یا به پیش از اینا بشینیم بگیم ما دختر شما نمایی این کار خوبیت داره ماما سعی کنید شما من میگم نیم ساعت بشه که اینا از ایران آمدن نیم ساعت 5-6 روز که بگذاریم به سر جایو من با شما چی میگم 100 گپ و یک گپ من دختر کاکا خور نمایم بفهمیدین دختر کاکا خور نمایم اگر همین دختر کاکا ما که دختر ما نوروز باشه با ما بدادن همین مستقیم به روخ میام خلاصی گپ با شما بگم تیار که دیگه بیار شطور درست کو ما که روز اول به مادر تو گفتم که نکو همی کاره به خاطر که 4 جریب زمین دیش ماما نوروز به خاطر که باغ دیش ماما نوروز گفت صبح بچه می لاقل از زمینو یک صاحب خوشو با قصدی از این نشد که زندگی بچه ما آخر چه کار خود میشه انال که نکردن اون برای مادر تو مشکل خور حل کنه خودی از اینو زندگی ما خراب میشه زندگی از اون مسلمان هم خراب میشه من میگم نمام شما کلونتر گفتم باشه شما به جیران بگذارم که همین کار نشه
ان خلاصه گپه اولین نفر شما که از اون خبر ما برم چی بگم حالا بگم دختر تو خورداده من نمویه شما برای خود مادر ما گپ زنید بگین عباس میته گفتم من رو نشون مادر خوب گفتم باشه حال با شما بگم که ماما منی لا خوار ما بکلونی سیل نکرد نگفت که می برار از من کلونتره باشه خودی از مسئولیت کنم اینا پیار ندارم خیر باشه اینا به مثل تو مثل پیار اینا مثل برار کلونی نه باشه که 4 کلمه گم با تو بگم سکن چی را به من نشون میدی برات زمین و زمینداری رفتی زندگی بچی خوردار و بدر کردی حالا آنی آخر سنکال امیتنا به زندگی مسلمون سعی نمیکنن به خاطر زمین و باغ اینا خوشن از خورترکی به اسم هم دگر میکنن وقت کلون شدن نه ایر مایه نه هم ایر مایه خلاص جنجال با پا میشه برو ماما میام با سر باز خود مادر تو گپ میزنم باش که من میگم ما شو گفتم تو اونا رو میمون نکرده مادر میگه به گوش هم مگم برسونی ماما دل جمع باش ماما برو تو خلاصی برو من میزم خود جمع کنم برم با سر خودم میام با سر خود مادر تو ماما جو خیر برین دست شما درد نکنه کارو داریم ماما نه سلامتی ماما وای 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 آدم بعد امروز خورسل نکنه در روز پس تر سل کنه آنی آخر آنی ببین ماما ماما جو یک گپ دیگه با شما بگم کلا لغو کنه گپی بوده نبوده بین ماما ایتا با شما بگم خوبه باشه ماما خود مادر تو گپ ببینید ماما دست شما درد نکنه سیکو مردم قدیم راست میگفتم گل بیار شوتور درست کو یا ماخریو داستان ان حال شروع شد من مگر به خوار خو زنگ زنم که بیای به سرام من نزدیک خودی و گپ زنم میتونه نمیشه بله خواه شکر خوبی بخیری جان تو جوره شکر زنده بشی میگم خوار یک کار که یک دفعه تمام سرامو بیام و تو کار دارم خیریت ها شکر به سرا شما نمیشه مگر بیای به سرام ما کار دارم برای تو خوبه خدا حافظ ما برم که می خوار میایم بشینم خودی از عرض گپ زنم یعنی بچه از این راست میگه علامت نیه های شمالی لال زار باشه به من چی آخ زمستانش بار باشه به من چی ادگو من میخونم با تو اینجا دن خود چرخ میدی شمالی لال زار باشه به من چی دیگه تو بخونک دیگه غیر از خوندن دیگه کس کاری نداری کجا بیدیم بابا؟ بخونه بیدم بخونه؟ بله دعوا صاف میکردم دعوا؟ بله دعوا کی؟ مادر عباس بیاده بخونه بفهمیدی به من میگه عباس گفتم ما دختر تور نمایم یعنی خوار تور نمایه خوار من؟ عباس نمایه؟ عباس نمایه آخه بابا شما که اخورتکی ها بداده میدیم به عباس داده بیدین داده من حالا من چی میگم اخورتکی که به نامی بوده حالا پاخو یک کش کرده که من نمامیدم که چرا برار دیونیه خودم دخترم سادیه انه لنگ پیش کشیده دیونه نفته کنه ویلی شما نه جد و بد شما نه با من میگی؟ نه بابا دست خود طرف ما دراز میکنی نه خب من شما میگم چیزه عباس هم میگم بفهمیدی کو انیته چکار کن مناله من خود از چی گپ زنم چی رقم گپ زنم آخه داده من میگه نمایم ها میگه نمایم ها ما چون بابا آخه شما نگفتین که ما میشه و ما این بریم انا مگرم میایم اینا ما چون چه کار میشه کلاک بکنیم من به میگه بودم که بیام که کلاک رو بکنیم حالا اینا پاخو و عباس بهم یک کش کرده که میگه نمام که گیلا کم دیوانی خوارم سادیه نفته کنه ویلی شما دیوانه ساده جد و بد شما ساده بابا ما چرا ما دیونه یون شما دیونه چرا به من میگین دیونه ما کی گفتم عباس میگه دیونه آها شما بگیم عباس میگه
خب من چی گفتم برای تو؟ شما میگه چون گیلک هم دیونیه کو؟ عباس گفته که گیلک دیونیه خواهرم سادیه. آه خواهرم چکار کنم؟ من نمیفهم. من مگرم برم مامایی ببینم. ها؟ من مگرم برم پیش مامایو. مامایو؟ آه خود مامای گرد زنم. بریم بابا گفت. اونا آقا بخوری فقط میگه تو این دیگه گوشتی میدی از صبح. اشتمه با این عباس داده من نمایه. داده من چکار شده؟ من مال به می شهر ایراد من دیونیم. من از من شیارتر کینه. سلام علیکم ماما اشتنه یاد بخیر سلامتی چی گفته شما زن ماما بچه خوبم شکر الحمدلله. کجای ماما گیلک گیلک هم سهرایی بر خاطر خوب گشتم بده چی مثلی؟ همین تا گفتم بیا یک کمی خودم ازومای ازم باخچه ببره و سرا ببره بیکارم هسته انا روزی پولم میدم برات اگر نگرد برات گیلک بیا که تو داستان اختراع کنم. چی داستان ماما چه کاری تا اول آهی کشیدیم چی بگم که سرم شاخ بدر کرده. عباس پا خوب یک کش کرده که من دختر کوکا خورنم. نه؟ انی تو من حال دل من محبت کرده. ماما بدون شیخی دروغ نمیگم. عباس گفته من دختر کوکا خورنم مادری اون بخونه ما میگه پرزن. چرا نه ماما چی میفهم؟ دلیل خوب باید داشته باشه بعد از 14-15 سال لنگی گرفته که گیلک دیونیه. لنگی گرفته که گیلک دیونه خواهرم سادیه. خو این همی گپار نمیفهمی دی دختر کوکا خورده هم همیتا گپ میگه چی میفهم؟ من نمیتونم قهر کنم که من نمیفهم که چه کار کنم کده دیگه خوی آخر چه کار میشه ماما چی میفهمم؟ تو حال یک رای به دست میده حال شما چی میگه ماما در مقابل از اینکه گپ خوردی من چی گفتن نمیتونم چی این معامله نیه که گوسپنده باشه بداده باشیم پا با معامله بشه ما میگیم که معامله که گوسپنده که میباز بدل کنم کنه میشه دختر کوکا ساده دختر تو میره روز اول ندیدی بودی 15-16 سال پیش من نمیفهم که اینا کور بدن ندیدی بودن چی رقم میره ماما این هر کس هست ماما پیش پول کرده و فهمیدیم شما ماما یک دم سوسته به دم ندیم از این معامله پا اجا ور نداره ماما که تمام همی قوم خیش همه به شما میخندم آره ماما نوروز میگی بعد از 14-15 سال از ایران بیامد دختر خود 15 سال پیش بنون برارزاده خود کده حال برارزاده بگه دختر نمو بکو بخولی لکده نینی میکاره اصلا ماما به هیچ عنوان بگیم همی دختر کاکاتونه همی از خودتونه تو بگیم تو بچه صغیر ایتا کارا ما چه کار کنه که بکنی سیری لغت زده تو چی میفهمی سیری لغت برو خودی بیگونه خیشی که از 100 تا بیگونه یکی خوب نمیشه گوش کنه ماما که این موضوع یلا ندیم یک دمه نه بابا این موضوع یلا میکنم خاطر ماما که زندگی دختر شما تبا میشه آخه دختر شما تبا میشه بخوب بگه عباس تاشون بخوب بگه ماما من میرم پیش مامایی میرم خود مامایی کب میزنم که مامایی جلوی روی کرده اصلا همه کاره مادر نه همه کاره ماما نه همه کاره خود نه گپ به سر خود نه ماما خودی که رضی نشه تمام می دنیا که رضی باشه فایده نداره خودی رضی کنه ماما هیچ کاره نه مامای کسی ماست میگی نمیکنه حالا کم تو برو رضی کن من چی بگم بریو برو تو اگه نصیحت کن شما خود شما عباس بدیدین من نیتوال عباس ندیدم کی گفت به شما گپ بری مادر اومد به طرف ماما جو سعی کنین خود شما بریم به پیشی و زن کاکا بره به پیشی و ارز و التماس و تا بالا ریش خود بگیرین کاکا جو ما پیارتون و مستر کلونتون و تو یک دم به زی فکر نباشی که ما دختر خور از تو پس مستون و همین دختر کاکاتون کوری شل هر چیزی هست همینه گمور عباس بریم به خونه نه حال بشینیم خودیم مادر گپ زنه میرم به خونه نمیرم کار کنه داری تیار باش والا گیلک کجا بود ماما گیلک من سهرا بود نمیفهم کجا رفته من سهرا کو بود باشه ور کی برم سکون نور ببینم توش کنه که یک دم ماما
یک آدم هوشیاری پیدا نمیشه که سر همی برار معباس را برا بیاره اخیشی خیلی چی بکن کجا بیدی؟ کجا بودم؟ کجا بیدی؟ برات کارای میگشتیم کار داشتم کردی برای کارا چی؟ برات این معامله و داستانا نه کارتان تلویزیون باشه خبر نه که براری این کارا تو خوبیت نداره حال کار تیر شده تو حال پا خوبیت کش کردی که می دختر نما این بیعقلیه این سادیه برار خور بگردم هیچ کاری از کار تیر نشده هنوزم سر وقته هنوز ما خیشی ما شروع شی ولی ما کار میکنیم که اصلا اصلا به تو کی گفته تو برو پیش بابا نیرولا برو ها خب نمان الله آدم کلونیه به جا برا کلون ما نبرفتم اونا به جریان بگذارم حالی که عباس که پای معاملای خواهدمو دختره بیرسونی بکن سبا روز پوشیاشی عقل کمال داری و یادی یعنی گلک بچه که کجا هوشیار شد که با او هوشیار شه 40 سال از سن نمیدش هوشیار نشد کجیر جو برای خور بگردم سکم و تو چی میگم حالی که تو میگی خدا و سلم مرغم یکلیم داره می دختره نمایو نمام اصلا من نمام نمی ها ما اینا از ایران آمدن ما از یا برفتیم به دیدن از اینا هم که پا خوب بگدشتم هم که چیشم و چیش افتاد بفهمیدم که 120% از گلک ساده تره 120% فیدی حالی اون نمیسته بشی ایری عبارگی دختر تیچی با دخترم شیرتری بگین تو میخوره اشته نمیخوره هست همون مدل مردم قدیم دروغ نبوده آدم نودون بخیدم شرچره بشی من 12 سال درس الو نده یک ساله افتونم همی عباس علی به پیش منه بری و بگیم که حالی بابا رفته به پیش مامان بدید الله مامان بدید الله رو اونجا به سر ما به گپ کده اونجا دل خوبه کرده هم خوب کرده بگی گپی گپ چیزی نداره دیگه من که چیزی بگم بگه بر نه الو بله چه کار کده نه بفتم ماما خونولار بگفتم من نمام نه تو بمرو کاکایش نشه نه شما جلوری که آخه شما از من خبر نداشتیم من نگاه میکنیم اون نگاه میکنیم گناه دار آخه نه شما اشته پیش خود جلوری کردین نه من خبر شدم که شما به خاطر همون دو پل زمین و باغ همین دختر کاکام بدادیم به من نمام اصلا نه باغ مام نه زمین مام نه آره نه کار نکنه که با خدا قسم به روخ میره من با شما بگفتم هنه ما این به گریهشم نمام میگم نمام نه میام با صدا خودش ما گپم میزنم میام بگیرک جلوش کبره جلوشو زن من میستونم به جنجال خودش شما افتادم نه معروض حال نگفته کمی دختر به درد بچی ما نمیخوره بچی ما خدا سلالا 12 سال درس خونده هر روز اول که بنوم مکدن هیچی حالش 5 6 میشه از ایران بیام آدم تکول بدیدم گفتم نه مامان بیزارم از زن برو من کار ندارم چیزا دیگه من اصلا به این معامله شما کار ندارم بیا که بری خدیر نگرد بریم بیا تو بگو سر بریم بیا بیا علی عباس بیا ما اونده شدم چیه نه من سر مسافت شده بازم خودتو جره بس کنم نه شما یک 5 دقیقه اونجا بشین خانی شیشته چی گپ داری نانه بگو ما چند کلمه گپ به شما میگم خب بگو نکنین نه زندگی من خراب کنین نه زندگی از دختر خراب کنین میگه هر کس هم رنگیو من تو خیلی فرق دارم نه میگه با ما بشی ما میشوی با دیگ بشی سیاه میشوی شما کمی فکر کنین راست میگم به قصی از این هرچه که سوار بچه صاحب زمین و صاحب باغ میشه خدا بزرگ نه پولا کسی خود خواهم باغ میستونم هم زمین میستونم به قصی از این نشین نه شما زنکانه فون چریتنین تم رد ماما خون نورولار گیری تو هم بیا آده گپ مفت میجی به پیش من میزنه که کلمه به کل خراب کرد سه چی میگم گوش من به خاطر از این پیش ماما خود نورولار رفتم گفتم آدم کلونیه به جمع رو کلون مونه باشه که ماما خود به جریان بگذارم حق شما از این بلان بپرسید سیکون چی میگه از همین گیجی بپرسید شما سیکو من از تو چند پیرم بیشتر پاره کردم به چی خوبه گردم کاکا تو دیگه بیتر نفر پیدا میشه ها تو همین بگو کاکا مثل پیار آدمه سیکو دی مدارم ما به شما یک کلمه بگو
میگه 100 گپ به یک گپ، میگه شف نشفتلو. حالا کن همی سر وقته، همی برار مهرزی نیه، همون دخترم که هسته گفتانم خود ادی 100 دلار از گلک بیاقلتره. اگه گلک 100 تخت کم داره او 200 تخت کم داره. این بران من ماشاءالله نام خدا صرف 12 خلاص کرده. بچگی هوشیاره که عمال 10 تا نیست گلک و سراودی و سرجو توش نمیبره و پس میاره. شما اشتباه میری با پرای ندیم هم دختر بیاقل بدیم برای عزیز. 14 15 سال میشه که بنام عزیز تمام قیمه خبر شده. نه خود در مدرمه 4 تا 2 نفر همی آدمایی بچیستم مثل شما. از دروغ این بنومدی کدم اون بنومدی آیدین و سی نکدم. حالی که کلون شدم هوشیار شدم عقلمند شدم. حالی با میگیم نگستو نبای ننه ما با پشت برار خواه باسو کاکا با دیگم میشه دیگشه خوشم میشه خوشه. من نمیخوام برار می عباس بتخشی. پسیده که معلوم میشه شما به موی سفید مسیل نمیکنی، به سر سفید مسیل نمیکنی، شما هر تا کلونی. وقتی که خود شما کلونی خود شما نمیکنی. من هم کار شما نمیکنی. یعنی به روخو برا خاک بزبون با انگمی به روخو برا چکار کنی. من چیم شده من چی رو مثلا نکنین دیگه. خب میگم من به کجا دیده بودم این دختر کاکا خورد. اگه میدونم من اون زمان نکنم. ملامت کردم تا کوچه گفتم عباس تو ملامتی برار من بود خیلی بستو ولی حالی که من پیش کن نمیسنجم ای بابا ملامت میرانه او به درد ما نمیخوره. تو وقتی گم اگه سبان و زمین به پرو بیار انگمو به جاری به در نکردنه. من چی کار دارم؟ من بگفتم بود حالی نه تو نمی دختر کاکا خود. نه جو سعی کنه نمام من یک اشتباهی بکردم از روز اول ندیده بودم نمیفهمیدم. اگه میفهمیدم همون روز همون ساعت لغو میکردم. خوب وقتی خیلی فهمیدم تو نمیرفتی به ایران. حالی که شما به اونا به ایران میدم. حالی که شما سل نمیکنید به کلانتری و خودتری من شما رو با امید کلان کردم. میدم میشه که شما رو ابر استیاد من برسن میگم من نمام. ابر استیادش دار نه این زندگی یک عمریه. این شوخینی معامله امروز سوانیه. عمر دو تا جوان شما خودیا. وقتی تو کم نزد برو کوکا خور صدا کوکا برو جاکو که بیای وقتی باشه می معامله نفاس چه اگه بیشتر جنجالا ما پاور نشه کوکا خور صدا بکن من خوب عزیزی سبار که میرم اونیا حالا گریه ندارم نه شما نمیفهمید نه چون سر وقت تو سکو من دختر مرده که سر پای بند کنم مال تو میگم اونو این خوبیت نداره نه نمیشه رو نداره نه یا بگم که از اون نگدشته آخی نه جوان اگه دختر از اینا نمسته بشیم من چه کار کنم من چی بگم میشته به ترم کوکا تو سی کنم نه اصلا نماز کوکا ما زنگ زدن چادر خوب سرقا میکردیم میفتن گلا چای میخوریم بقیه اونا رو میفهموندیم نه باش بیای این کار شوخی نیه این معامله شوخی نیه زندگی ما شما خراب میکنه نه خیر باشه رو کوکا تو بیای من میشینم خودی حالی گم بزنم من اصلا از این ساعت هم به نون تو دیگه بچی هم ندارم وقتی تو برف من نکنی من دیگه اصلا زندگی نمیکنم اینجا خوشتری خیریاتی بخیری فضل خدا کوکو بیایی تا ما بری چه خاطر برو کار دارم مادر مینا مایم در رابطه عباس و همی دختر شماسه کنم همی معاملهایی که به دست ده چیکار میشه کجی جو مادر پیاده رو بگو خدا همه گفا پر بگو دیگه با دیگه چی گپ داره دیگه نمیشه شما ما بیام برو خونه شما برو نمیشه کوکو این رقم معامله ما و شما نمیشه اگر درم برمشه نون خونه ما رو عباس حق داره بیاییم بریم بشینیم گپا خوب بزنیم کلاغ خوب کنیم ما بی جنجال چیم شما بی جنجال چیم به این رقم نمیشه کوکو کجی جو برو رخ و نسیت کن یا نه کوکو نفس کوکو کوکو پیارم برارم عباس برارم ملامت هم دیگه نکنیم بیاییم بریم همین معامله خاتون چیم به این رقم هم نمیشه دختر شما سادی برار بمیشه بگو یک چیز بگو اگه دختر هوشیاری می بود برار شما دیوانه می بود آیا رد مریاله میکردین؟ وقت شما کوکو دختر خونه میدادیم با برار میگفتیم این بچه بیعقل سادی نون شکم خود پیدا کرده نمیتونه این سبار دختر مرشته ایش میکنه شکم سیر میکنه جمع خون میکنه خیر بینی بارکالله آیا شما مدربچه رد مریاله میکردین؟ کوکو یاله میکردین؟ ایشه رد مریاله میکردین؟ کوکو هم رنگ و هم دولم دگر نبیدن اونا جان خونی ما چکو اینه بیاییم بریم کوکو بیاییم چی فایده داره این معامله ما و شما بیاییم راست میگی راست میگم که معلوم دار راست میگم کوکو بیاییم
میگم بری هم رفتن چی داره که ما برو بابا بریم شما هم بیایید بعد پیوید که مادر تو بگفت به من دیگه بابا حالی 4 قدم راه میرید کاکا بیایید یالا بیایی کاکا بیایی خیلی شدی دم که صحبه بشه چند دقیقه 10 دقیقه نمیشه ما برفتو بگیم کوکو خوبه بیاری. باش 10 قلیبه برو خکمه باش سلام ولی یه چای رو پیش کاکا خو بگی کوکو نه علی کاکا چرا؟ گیلاس چای میخورین کاکا؟ بخوری کاکا جو نمیخورم برزیم یک گلاس چای سیاره نمیخورین؟ چایشون ترمزن بود من توش نشدم بری مونده شدیم 2 ساعت راه میرم کاکا گیلاس چای میریختم خیلی باشه نه من چای تو هم نمیخورم کوکو نه نمیبینی کاکا به چی میگم نمیدیم میگم عباس جان کاکا میگم این کار خوبیت نداره بفهمیدی؟ این کار خوبیت نداره تو با کی؟ من 20 سال میشه از عمر دخترم تر شد و نام تو بیده حالا کم با پا خوبیت کش کردی که من دختر خود نمایی کاکا چه سعی کنین شما آدم خودتان کلونین آدم مستفیدین ما کستیم سخیریم بازم به جا پیر مانیم از روز اول من دختر ندیده بودم دختر شما به اسم من بیده خالی گپ نزده بودم که بفهمم که دختر شما چی رو داره شما هوشیاری هسته کارم میخواین ساده یعنی اگه میفهمیدم که همون روز من میگفتم نمام زن نمام همالا که من تیرم از زن نمام بیزارم اشتباه کردم از زن ماستم یعنی بر بجا پیر قبول داری؟ کاکا شما قبول بجا داری؟ کاکا منه بجا اگر پیر منه بجا پیر قبول داری من بعد گپ رد نکنی این دختر بوموره قبرستون به در رسنونه کاکا مادر حال هر چی گرگو به درد من نمیخوره مادر گریه کرد هر چی گفت مادر نکنه زندگی من خراب نکنه زندگی دختر کاکا مرم نی او خوش هم هست ما خوش نیست سوار زرسی هم بکنیم وقتی خوش نباشین چی فایده این معامله یک گمری معامله شوخی نیه کاکا و چرا خوش نباشی دخترم چی یک داره او کجی که چی عقل کمال نداره سعی کنیم من به شما میگم خب حالا هر چی که من به بچه خو میگم بچه میگه مرغ می یدلینگ داره اولی که دختر کوکو سادیه من 12 سال درس خوندم مردم به من طعنه میدم صبح میگم میگم این سادیه مثلا بی عقلیه تو چری برتی بستودی حالا کم که استلال جو سعی کنیم من خوشم من راضیم که این دختر شما باشه این میگه نه اگه میگه این دختر کوکو بستونی من میرم برو خو میرم من چیکار کنم من با صد دور نبرم تو بوم بره بیرو خوب کاکا خب بگه چهار طرف قبله چری کاکا اما بودن نداره براد نداره و تو میگم مال زن برا سر وقته جلوی روی کردی بوموره قبرستون به در را چتونه من کار ندارم ما از سرپا دختر شما خلاصی اخبار رو تو بگم کاکا ما از سرپا دختر شما بر میخریم ما دختر کی شما اجازه میده نه کی شما اجازه میده کاکا ما که من کار ند کجی شما خود بیده مادر بگو دمی دختر عروس با میدیم بمی به چی باحالی که قانون شدن هوشیار شدن دختر شما سادی به در شده این که تمام قوم و خیش و روزگار هم از این کار خبر دار حالا با من طلاق دختر ما بیلون شما ما در عمل کردین نه زندگی ما خراب کردین شما همین که زندگی شما خراب نمیشه خراب میکنه خب یک کاش کو بگون همین دختر مایو نه ما کاکا چرا زندگی خراب شه سعی ما خداحافظ من گرفتم برو بعد من دیگه چهار طرف تو قبله بیا تو نه بیا که من گپ زنم تو بشی اما مسخره شمانو بعد کاکا چه کنی نکنیم روز کجی برا خوب فهمون یک برای به سر خوب بیاره چکار برا خوب فهمون برار به 10 تا ماه کاکا شما رو بفهمونه چرا من 10 تا ماه دختر شما بس که من بیاغلیوم من نکنیم سادی دختر شما چرا قبول نمی کنی بکن برار به کار سادگیو 12 سال درس خونده یک همولی 10 تا مثل دختر شما و بچه شما رو سردگی توش نمیمونه عقل من دختر من درس نخونده که برار تو درس خونده نه نخونده بخونده همیش به یاد داره گپ گفت نزن به سر گوچی گپ گفت نزن ای کاکا من بیتنی نه نه و تو گپ مفیدی و تسرمه کنم تاگوش تو زنم خود چی بکنم دگالی برار تو ریزی نیه من چه کار کنم نیه نه وقت برم
من تو چی میفهم کنه با کجا؟ زن برو من کار ندارم. گفتم همه کن سر وقته. گفتم بمورا قبرستون بدر آب چتونه. می کاری کردنی نیو. خب من چه کار کنم؟ 20 سال میشه سر پا دخترم بسته کردی. هیچ کار کردن نتونستم. بفهمیدی؟ من دیگه کار ندارم. و معروض کنم به روزگار تو. عباس شلونك يا راسي بخير سلاماتي کجا میری بستکار هیچ میرم جایی هیچ میرم هر جا عباس چرا میرم هر جا رفتم میرم برو خونه چرا برو خو هی رمضان براد نگردیم که خیلی اشتباهات کردیم من خبر دارم سیکو عباس جان من به تو یک چیزی میگم خب دو کلمه به تو میگم دو پیران شاید از تو بیشتر پاره کرده باشم اگه او دختر کاکاتونه دختر ماما هم هسته بفهمیدی خوبیت نداری کارو اگر او ساده تریه همه نمیشه که ساده خود چه کار میکنه مجبوریم ساده خود بس کنیم کال و کوری داشته باشیم بس کنیم عباس تو که دختر کاکاتونه بگی من نمایم هم مردم بیگونه چی ماست هم مردم بیگونه خود گلی نیه دیگه پشیمون میشیم امیر ضربه تو بگم باستی و نیستی تو امو دختر کاکا میسازه امو کاکا بود تور به بغل خو گری عباس تور ماستک که دختر 4 ساله بود به تو گفتک به مادر تو گویمی به دختر اگه مرد قبرستون اگه زنده بود اگه چی شد مقصد من به تو بگفتم من مرده تو زنده گپا مربا یاد میکنی حالا گپا تو خلاص شد رمضان سعی کنی شما او دختر کاکا منه اگه او هوشیاری بودی من پشیمون میشدم سه من ملامت حالا زمین تا آسمان فرق داریم رمضان چه سر تو به درد بیارم هم کاری که نمیشه باید نشه بزرگ هم باشه باید نشه چرا نمیکنه الا نمیده کیر میری از بیگونه مجبوری زن کنی اصلا ما زن نمیده کسی دیگه به تو زن نمیده به خاطر ازی که میگی که دختر کاکا خوریاله کنه نماسته باشه دیگه مار مایه میفهم که به چی دلیل کرده هموشیاری که تو بستونی وقتی که به هستی و نیستی تو نساخت وقتی که تو الف گفتی او تیاه گفت چی فایده داره وقتی که نتونست به تو یک دیگه خدا میدن از 100 تا بیگونه یک خوب نمیشه رمضان میگه هر کس امرنگی او عمل 120% از گیلک ساده تر آخه چرا شما به گپ نمیفهم همین ساده هم خدا اتفاق پیدا کنه ما و تو هم چرا این تکا تو برای هم سادگی خودی و زندگی کو همالا کاکا هم سلام بودن همه جنجال کردیم کاخیر وقت بریشن مسئله نداره بزن بزن بلیان بریشن مسئله بالا میریم برو خونه ما دل ما به ماما میسوزه به زن ماما به می سیاست که بعد از 14 15 سال از ایران اومده او مگر تو نماسته باشه او به ایران زندگی کرده به ندیدم من اگر روز میدیدم و روز پشیمون میشدم حالی ما از رفتیم به دیدن اینم تا گبز بفهمه که آدم سادیه خب سعید دیگه میتونم بشنیدم مدت هم خوش نیه بزی کار تو هم مدت تو که رزی نباشه تو اشته میکاره خدا مگه میفهمید روز ما به جنجالا نمینداخت مر میدیدک اون شخص میدید اصلا من یک چیزی به تو بگم اشتباه از بعضی ما مردمه که از خورتکی 4-5 ساله دختر خورمیده به بچه همین مشکل پیدا افغانستان این مشکل دلسوزی از ماما بوده گناه ماما بوده که تو صغیره به بغل خو گرفتی حالا شما کجا میرین من میرم که بریم باندون بچینم اگه بریم باندون می بیا برن به تو بریم باندون کار بچین تو اصلا حال دل تو به هیچ جا نمیگیره به هیچ کاری نمیگیره چی رقم ای چی رقم زندیه چی رقم روزگاریه اشتنه ای باندونار به نظرم که هموش ما چپ میشه همه میچینه مردم خیلی خوب اصلا یک 2 کیلو بانجون نیه که آدم به خونه خوب بره ما خیصیت از اینه که به بالا سر ما نبودی آنه از صبح تو حال لنگا به برات تو کنده بیا بچه همه بیا چی بایی بچه مامو؟ بیا گلک جو بیا تاشو بیا دوش کن جلنگا با اونجا لغت نکنی بیا به چی می؟ کار دارم تو بیا گلک جو بیا دوش کن که جلنگا با اونجا خوش میشه اگه لغت کنی آفرین تو که خیره که به ایران بودی منتا میفهمی
گیلک اشتنی اشتنی تیارستی بچه ماما خیلی چم اشتنی جان جوره خیلیت بخیری تیارستی شکر فضل خدا زنده بشی دادی من نمایه خبر دارم گیلک دادی من نمایه عباس خود کلگنده خو گیلک سکو تو یک چیزی میگم خب ها اگر تو 50% ساده نبشی عباستی که خود تو حرکاتا سادگی کار میکنی مردم میگم البته 100% تو ساده ای گیلک مر برفتم به دکتر تشخیص داده تو به مامان به موی ایران تو نتونسته دوی کنم 2 نقطه دوا به تو میگیری دکتر اینانی گفتی بیده 97.5% کمبود داره اصلا تو با دکتر افغانی گفتی بیده نه او ایرانی ها نمیفهمیدم انا ما دکترها میفهمیم این 116% تخفیف داره اعصاب کله ازی مغز سر ازی گفتی بود نصف چیزه اصلا ما ببین نصف مغز سر ما پر مرغه اصلا ما ببین نتیجه برسیدم بچه ماما خوب که تو مغز سر نداری میگم او گفته که نصف پر مرغه تو نصف کله تو مال سوری کایه و تا کله تو نصف هم بفهمیدی بالگ درخته زنده باشی براست تشکر بانجولن میچینی میبینی به شهر برسیشی نه میبرم کاین به سرا به می بانجون نه نمیگفت که کاین بانجون به اینجوری می به میه بیاره که نیه به سرا چیزی گیلا سکو بچه ماما جو یک چیزی به تو بگم خب صبح می پیار تو رم بدیدم وزو برات تو هر چه گشتم نبیدی خب دادی من نمایه عباس دادی من نمایه میگه نمایه من او میگه گیلک از او شیارتره گیلک جو تو که معلوم داره که تو 100% عدده خوب شیارتره زنده بشی برا سلامت بشی منتها به پیار تو بگفتم پیار تو با میفهمه که من چی گفتم برای گفتم این کار را در یالا ندیم سکو بچه ما خیره باشه هر گپی میشه به خیر ما و شما باشه میکار باشه تشکر سکو همه زمار میبینه اون بالا کاه کدی زمار اون منار اونا همونا رو هم جمع کو ببرک به سرام ببر به تو کولم میدم به تا باغچه هم اونی ببرترم ایزم که است ایزم خوش که روی خوری برکو خودی تو ما گپ میزنم وست سویچ میگی ایزمار ببرک همه ایزم یک سی کردن یک ساعت میشه برار جو اونا که ما با کفت خونه کنم که به سر کلمه میرزه انگار که 100,000 کنه 100,000 کیک به کلما من بچسبیده اونا را اگه من چیز کنه انگار که به تاش اونا ما سخر وار کیکه با دیوالا با مالم اما لکن به تاش اونا تو از دونیم خروار کیک کمتر نیست یه کم نانیم گاهی وقت دونمونی میگیرم به تاش اونامه با هفته یک دفعه تو روی خور نمیشوی که زن مبند با شما هر روز کسیرانه بدم پر دیشب بشیشتم سیه ایلا همه ایزم کار برد ببر به سلام ها همه و تو پول هم میدم که چند تمنی تمن کواله و نخر پیازه خب برار ما با تمام کلون شدم بله 10,000 تومان میشه 10,000 به قصد تمن نباش تمن به کسی وفا نمیکنه زنده بشی بفهمیدی همونا رو بر در ابو برا خاطر این شو هم کوکشی دارن 100 روپیه این شو به تو میدم اگه بیای خود ما کوکشی خوبه با بیا به خوب همی بانجون هم هرچی می به چی ببرن همی پلکو به چم میتونه به خدمتتونه خوبه حالا بر در همونا رو ببر گیلک خوبه خوب زودی با بیایی بیلا خوب شد بجستم پیش از این گلا من جمر میخورد که داری بیا به من بلا دارم من میگه تو برای زمان من ورده ببرک به صدا که من چه کار فلانه بابا والا کامر بخورد تیریش شدم من بیلا چه کاره؟ بله چه کاره میمون که وقت تو کوخ زده من کوخ نزده من رمضان دایی به ما داده برو تو اثر زمین ما الو کوه زمان بیری که ببر بسرا کایم سرکلی خامر است کی؟ تو کایم سرکلی خامر است تو به سرکلی خو میرسی؟ خیلی میگم یا چیز دیگه هم تو بگو خوب به خونه گرفتی به مدر خوب دادی کل پخ خو به تو هم میگم
دیگه گپ خسرونی و نوزاد اینا رو نندازیم جلومه بفهمیدی که از سر رو دادی تو همه وخیستم دیگه با جمع دومات تو هم نیم من نمام اشتباه کردم بفهمیدی؟ که تو چرا دادی من نمیری؟ به خاطر این نمایم که تو 120% دادی خوشیارتره گیلک یعنی تو تصمیم تو خط میدی و من که من دادی خود امیته تو زمانت خط میدو بیا که نوشته کنم امضا هم بکنم که تو 120% دادی خو هوشیارتری از دادی خو لیلوما ها از تو هوشیارتر نیم مرگ از تو هوشیارتر نیم عقل کمال بخوری به پیش ما عقل نداری بفهمید عقل تو صفره منطقه قدر تو بلندتره ولی به پیش دادی خو عقل تو 120% بیشتره دادیم دیشب خبر شده تو خط هم میدم امروز چاشتن خبر شده بیدن الهی شو که خبر شده بیدن گریه میکن که رفتی هم بگو عباس دیگه تورنام هنی هم اون ما از او به اسم هم دیگه کلون شدیم گفت دیگه عباس وزی میدم اینجا وزی میدم به خاطر این اسم بوده ولی مثلا که بیایم به خصوصی گپا فعلا نبوده ولی خوب شد که نشد کنسل شه بیتره همالا پیار تو بسلام بود خدای جنجال کردم بیرون شده مثلا بابا مثلا شما شرمست نکن نه شرمست نکن گیلا کجی کدم رد نبیام به خاطر این داستان گپ میتونی جنجال شو بالاخره اصلا من خراب شد اصلا ویروس داده ما گفته که اگه مر عباس که مر نمیستونده چرا به ما میگفته مر دل جمع میکرده ما ورماستم با چه کاکا منه ما برابر چیشا خو مستم یکی منه من ندیده بودم دادی تو از اول انا میگم خب میگم که ما میگه 10 سال از گیلا گوشیارترم 10 سال ما با تو میگم 120 تو داده خوشیارتر گیلا زنده بشی هوشیار نیه ولی تو باز از بیعقلی خو 30 سنتی کج را میری رمضان بیامد پولا خرمایه رمضان چی نگی که گیلک پیش ما بیده خوبه رمضان چی نگی گیلک پیش ما بیده برو میا برات تو برو با مادر خوبه که خوبه من به تو بگفتم از این مادر من بگرفتم و جنجال ماما با خود کن گپ میزنی کار کنیم ماما بله برفتیم کاری کردن نشد ماما چه کار شد رسی؟ هی ماما هی مادر من به سر جنجال انداخته رد نگردینه هر چی هم میگم مادر من یک چیز میگم من دیگه چیز میگم ما میگم نه مادر میگم مگر مستی بشی ماما کم کوکا ما به سلام خودی هم جنجال کردیم به جنجال شدیم بخل اعصابم خراب شد من میفهمم که اعصاب خان ضعیف اعصاب ندارم من یک دم از سال بیرون شدم دیگه تا به سلام نرفتم به خوبی برابر میچرخم یعنی چی دیگه آخر به چی قرار گرفت تو بعد چیکار کنی آخری به این قرار رسید دیگه کاکا ما گفت که هر رقم بشه مگر ما باز پوستونی به جام زنتونه خانیت اوت ما حساب مکاش به سر بیرون شدم حالا که ما دوباره هم به شما میگم اگه می دختر کاکا ما به ما بدادن ماما امیت که به سر نرفتم تاله قدم خورده که با مستر نمیگذارم انا خلاصی گپ کوتاهی سخن هم که گفتم نمام عروسی هم بچه بعد از عروسی آدم به زندگی خورد نباری چی فایده داره ماما جو شما کلون تعلیم برای خدای مادر ما گپ زنیم مادر ما رزی سازیم سکو ماما من مرو دم که گفتم به تو میرم به پیش مادر تو براتون خود مادر تو گپ زدم اصلا مادر تو گپ من هیچ گوش نمیکنه میگه حالا من خودی کاکا از گپ زدم من هیچ وقت بزر قبل خود گپ خود نمیزنم من چی باید میگفتم من به می خود دختر رزینیوم به خاطر رزینیوم که تو دختر خودی هم دگر بدوریم تو یک آدم با سوادی یک آدم بی سوادی یکی او آدم ساده به غیر از او مامان نورالله زندگی آدم خراب میشه که چی فایده داره که عروسی کنیم بعد از عروسی زندگی از آن خراب باشه از من فایده داره نه راه بیتری و همین ما کمی معامله تال نک پیشکشی دادیم نه حل خسرون شدیم نه هم دقیق به اسم ما شده همون قضیه کلاک کنده شه بیتره نه مصرفی کردیم نه هم دیگه سکو ماما حالا اینا میگم که قوم خیش ما خبر شده کی خبر شده سکو ما به تو چی میگم بعضو از ما مردم ما بعضو همر نمیگم بعضو از ما مردم ما همین فکر نمیکنن که ان آینده به چیزی به زی سند سال که میرسن این جنجالای میشه دختر کم نوبم دنیا میای یک دو ماه یا یک ماه دو ماه تیر میشه ولی میام دستمال به بخسر بسته میکنن که عروس منه این هم دومات شمانه ان اخیرا بس کنه به چی درد سر ما ول کنید ما بازم
بله خود مادر ما گپ زنی خیره با هرچی نکنی خوار شما رو راضی سازین. حالا کجا میری تو؟ ما کسرا بیری شدم به سرام نمیرم میرم در شهر به سرا خالی خو میرم. نه ما بیا بریم به سرام ما بریم. نه ما خیلی بنیم ما. بیا بریم ما به سرام ما بریم نه رو دگی باری با. ما برات نگردیم. آنی آخر سیکو خوار ما اگه به فکر ازی بچه خو میشد که حال بچه در دست میفتی کار نمیکنه. حال ازی بچه زی به کجا بره؟ آنی داشو بره بخونه خاله خو. داشو بیای بخونه می. آخر دیگه چیکار میشه؟ ما چون کار نمیخوار خود میفهمم او کاری من.